همی بدنه عباس کالاف داره یا کم به خاطر همی سایه درخته تو سکو کمو دارم پشت دادم بادم تو سوز نکه زحمت مرنگار کو بیادر شد همی پوری کافته بود همی پوری سوز کرد لالا جان کاش کمی زمین نمیکش تو لالو ببخش ما رو یک دقیقه بیایم بیا آگو بیا سلام علیکم من نباشیم برادرم من در نباشی برو رشتن خیلی هستین خیریاتتون جوره چی گپوه شکر فضل یار هستی ای بر استاد چلو ای بر خش برادرم سعی کنین شما سعی کنین فاما چیکار شو سعی کنین شو خود شما انداختین ایتن برارم خو اشته هستیم جان شما جوره مثال از مردم قدیم مونده میگه هر سنگ پالنگ هر جا غریب بیچاری حتما یا پای شیخ میخله یا سنگ به پای میخوره به خاطر که کوشا شما خوب کوشا برابریه خب زنده باشین قربان شما قابل هم نداره ما زنده باشین خیر بینیم یک جان تشکر زنده باشین برادرم کوشا کاست خونه متریک بیدک برقا برفته بدن اگه این لنگ پیار منه این لنگ از بولار منه ابا برارم کوش نداری خود تو دارم متریکی پرته بده چی گپ یک لنگ کوش از پیار خو میگه که برار ولی یک دم همین تریک باشه لنگ کوش نه خور پاخو نکنی تو بداش مردم میخنده برارم راست میگی از کجا هستی لالا تو رستی بیام اینجا گفتیم ما تو برار جو ما برادم یک پول میگردم چی میگردی پول چطور پول ما یک پول میگردم دیگه یک پول همین پول که مثلا آدم تیر میشه از اونجا خب برات پول که میگردی ها پول یعنی معنی چی چیکار کنی معنی حساب کنیم برادرم به خاطر که من خری دارم خب ما از این روی پول تیر شم که سعی کنم همین مردم همین نانیمه همین بابامه همینا راست میگم یا دروغ میگم یعنی چی که نانی تو بابا توی تا گفتم چی یعنی چی خب برادرم شمال از امسیا بیری شدین خب شمال بهم سنگ 100 من نیم کیلو چی ربطه داره همین اگه پول درک داریم همین پولایی که موتورا تیر میشم مردم تیر میشم ما تیر میشم هم یک پول به من نشونده یا به روجی باشی یا به تسره ما که از سیو به در شدم به سنگ و پنج من و دامن من چی کار دارم پول را خبر ندارم برو دیگه کس بپرس تو بیامد اینجا گفت من چیزای پرسان میکنی من کار رو دیگه هم میگم بابا من چی گفته مادر من چی گفته من چی کار دارم بدی تا کار بگم من کار خور بکنم همی بچه به نظر من که معلوم میشه همی دوزیه ای بیامد از ما پول پرسان کرد ای یک پیلانی که در رابطه همی پول داره میره به زیر پول قایم میشه یکی که بیا تیرشی یا سکیل داشته باشه یا موتور داشته باشه یا خر داشته باشه یا باسکل داشته باشه از او بستونه برات کار خو چرا کی برات پول میگشت چی گپ بود یا گپ کوی داره 100% یا از ما پرسان کرد که پیار می تو گفته مادر می تو گفته او صبر کو ما راه زیر بگیرم کی چه کار مایی بکنم که تو به خاک صبر کن این جلوی بچی ما مشاغل رم چرخ داد سی کنم به تو چی میگه اینا این یکنیه اینا حتمی 4 تا هستم تو بگذار که سی کنم به بچی ما مشاغل چی میگه حالا کمی دور هم هست صدا لالا جان سلام علیکم من نباشین سلامت باشین شما برادرم جان جوره شکر فضل خدا باقا شما نه بله یا بخشیه باقیه برادر جان بله ما برادرم یک چیزی سرگردونم که هر چی میگردم پیدا نمیشه چی برا؟ یک پولی پول میچکا پول که ما همین پول ما ببینم که من مشخص کنم که سعی کنم همین گپ راست یا دروغه شما برا را کجا هستین؟ بله شما کجایی؟ ما از سراخو از کجا سراخو لالا؟ از سراخو نمبر دیگه ما به سراخو ما به تو آدرستم فقط تو پول میچکا حالا ما از سراخو به تو آدرستم فقط به خوشرونی نانی میایی و نه پول میچکا خب ما پول ما همه تعظیمی روی این پول تیر شون خب پول کمه سعی کنم که من مسخره هر جوی شم 10 تا پول تیر کردی برو تیر شو هر چی از اینی برام ما پول ندیدم برو خیلی بگرد شد بیبره برو کجا؟ خیلی دیگه 100 جوا کنار بخشا ایبر بگرد پول پیدا میشه شما پول کلون درک نداره ما؟ نه لالا آره بابا شما چی میگو؟
پول درک نداری خب پول کامه نمی به چی دلیل پول مایه اردن اما بند باشه میته که این میگفت کاسی زیر نیم کاسیه ایته نیه و میفهم که یک سر رسول به چگه دیش تک بیامد این بیدام و دا نبود برات پول بگیر چی بفهم حجی بله لولنالله همین بچه که از تو چی میپرسی؟ همین بچه که از من سراغ پولی میکرد میگو پولی رد نداریم و روی چیشون گفتم برو پول کم به میشردی برو پول برو از جوی 30 تا پول تیار کردی برو ما چون دیگه چیگه کما کمیته گفایی رو زد عدلی هم به سرکون گپی و نفهمیدم حجی تو بیا کار برات از بگیرین که از ماما میپرسان کرد همین بچه که هر گپی هست دسته بریم به نظر من باید شک بکر دوله رو جدا بابا ما با کجا با پالا مال ما با قانمی یم کنی یعنی سر 4 راه یا 6 راه یک و نیه دیگه اشتا کنم من سلام ماما جان لالا برای همین 5 راه یا 6 راه یا 4 راه هر مرگ قبرستونی که هسته همین یک پولی ما کجا بیارم پول؟ آه چه پول باشه برو پول باشه که من مثلا همین تتیشم برو پول معلوم پول مالان تیش شده میشه شما لالا تنه خودم میتونم بیعقلی کلون کردیم تو چی میگی تو دیونی تو دیانتونه که تو میگه پول مالان تیش شما میتونم پا خود بگذارم تا رود مرسل ببره با تو میگم پول معلوم پول پشتو برو اونه بزو پولا پول زیشته پول باشه سواره تیرشه پیاده تیرشه پولا خوردی باشه پول کلون باشه تلر تیرشه چی رقم باشه به تعزیز زمینا تلاره عقل کمال میگم موتر فرعون مزدا کو پیدا میشه ترکتور کو پیدا ما میشه موتر داریم اصلا تو فکر کن من خود خر تیر میشم خود خر تیر میشه همین جوایی که زمینه رو میده همین زرک پولکا تیر داره خود خر برو تیر شو تو به گپ من نمیفهم پول می چکار همه تو پول اینجا نشوندی این کوچی یا اون کوچی یا اون کوچی اگه پول هسته که من برم این پول سعی کنم چی می یا پول نه آره تو بگو فقط میگی کار خود بگو که چی می یا پول پول چی می خاطر مادر گفتم که خود پیار من شب بگفتم برو جوان امی رای که ما مال بیام و برو 10 تا پوله تا کوچه ها جوه زمینه خود خر تیر شده میشه مردم به سهرها خود خرشته تی میرم اصلا لارا معلوم نیه تو چی میگی چی گپ چه کار هست پول ما تو خیلی در دل نداری نمجون شما چی میپرسی؟ چی پرسان کردم این یونی این منطقه برای بروب نفهم که پول پیدا شد کجایی که من خر خوره پول برارم این دیوونه نیه این دوزیه از ما میپرسان کرد از این میپرسان کرد از ما میپرسان کرد این یک پیلانی داره این پول ما یک بار به زیر آقایی به من بیعقل میگم آدم هوشیار به یک آدم هوشیار دیگه بیعقل میگم خودی بیعقل پیاده کن از اینکه بیا رد بگیر لا کلالا این زدن من خدا سرکلی هم میکنه بدین می اپلان زده شما کار داره من کار دارم بریم برات کار خوبه رمزون باور کی دوزیه بیا خبر تو بیا برف من نمیام برات من از خود کار غریبی دارم شما بیکاره یک رقم آدمی ای اون منطقه به گپ زدن معلوم نبود که چی میگه چی گفته می رفقام حتما یک چیزی میفهمم که برای از این خوره علخون و معلخون کردن تو باش که ما برم سه کنم حتما راست میگم اینا میفهم این دوزیه چکا کنم گرم شد برم با اودم بیایه ماما جان سلام علیکم خوبی تیاره باشین ماما جان خوب خیره به جان آورده باشین ما خودم تا من معلوم نیست تو با کجا دیدم ما برارم چیز اسم من گلک که بچی اصلا جز کله بفهمیدین؟ انا ما برارم ایتم پیارم برارم مامای ما برادم یک همین پول میگردم پول یا پول چوبی چی؟ سلام علیکم ماما خوب خیریت و خیری پول کاری تیرسی یا چوبی نه پول چوبی نه آدم از این برادران بپرسیدم من پول که مردم تیر میشم حالا بفهمیدم خب تو خیلی ماما بگو این دوست شما چی بگم
این 2 نفرم از اول از اینا میگه پرسان که دوباره از من پرسان که خب این دزدیه، این خودی حتما 4-5 نفر دیگه دست داره. اگه دست نداشته باشه اینا باید این پول دیرشم موتوری رفقا تو کجای رفقا دیگه تو؟ بله رفقا دیگه تو کجای با ما بگو. رفقا دیگه تو گفتی کجای؟ من رفیق ندارم. میگم اگه تو دزدی تو سراگی نی تو پول می چکار می رفقا خور بزیل پول دلو کنی جابجا کنی هر کی بیا کیسای نر خیلی کنی این دزدیه. نه برادر من گرداب سبی تاویل دی. نه سعی کنیم با شما بگم گردن اول ما شما ما جان ما الان غریبی و راست خور بگو. این سر من چی بود جونی؟ چی؟ اگه قاعد بگو من چی بود جونی؟ آره اصلا گرد بخور بگو. اصلا گرد بخور. من دزدی نیم رفیقم ندارم. پس تو که رفیق نداری دوزینی پس چرا پرسان میکنی که پول کنه؟ ما دیشب مادرم و نانیم که زن قدیمه مرد قدیمه نانیم زن قدیمه پیال من مرد قدیمه دیشب همی اختلاط کردن با برار من میگفتم برار من خاطری که من که شوخیه کار خوبی نمیکنه مادر من گفتم به پیال من گفتم که ای بچه حواس تو باشه که پاخر یک دفعه به پول تعمیره خب انا ما برفتم گفتم باشه ما برم سعی کنم این پول سعی کنم که همین خر دارم من بیارم از این پول سعی کنم این خر میشته پای به پول تعمیره اگه تو خر میدیستی خر خود میاردی یعنی تو یک زن نفر پرسان کردی که پا خر اشته به پول تعمیره همین تا همه مردم قدیم میگفتن